ساکن 27 ساله جماعت چارکوی اصفهان موزون سنگینو روز دوم ایون در تولدخانه شهر خوجند چارگانیک چهار دختر به دنیا آورده است. آنها را فاطمه، زهرا، انیسه و مونیسه نام کردند. منبع اساسی درآمد این عائله خوشبخت از حساب مهاجرت کاری بوده. شوهر موزون سنگینو به این دلیل تا حال فرزندان چارگانیکش را ندیده است. پدر خوشبخت هنوز در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. خبر تولد چارگانیک در یک عائله جوان از جماعت چارکو را روز 21 میلیون سال 2022 با تکیه به شبکه تلویزیونی SM1 خبرگزاری سود نیوز نشر کرد. در تولدخانه شهر خوجند گفتند که فاطمه، زهرا، انیسه و مونیسه را با اصول برش قیصری یا کیسر و سیچینی از بدن مادر گرفتند. این زن را روز 2 میلیون تخمین ساعت 11:30 به تولدخانه ما آوردند. همان روز به دلیل وجود پاتولوژیاها جراحی برش قیصری انجام داده شد. 4 دختر با وزن‌های 1 کیلو و 600 گرم، 1 کیلو و 80 گرم، 1 کیلو و 180 گرم و 1 کیلو و 300 گرم به دنیا آمدند. روز اول وضع طفلان نوزاد وزنین ارزیابی میشد چون که آنها نورسید به دنیا آمدند. آنها را در اینکوباتور برای نگاهبینی نوزادان جای کردیم. حالا وضع هم مادر و هم طفلانش خوب است. آنها تحت نگاهبینی با دقت طبیبان قرار دارند، گفتند رهبران تولدخانه. موزون سنگینو و یک پسر 5 ساله داشت و اکنون یک باره مادر 6 فرزند شد. معروف نبیف، اجرا کننده وظیفه رئیس جماعت چارکو، به خبرگزاری سود نیوز خبر تولد چارگانیک را تصدیق کرد و گفت بابای نوزادان الکی به ما برای درست کردن شهادتنامه‌های تولدشان مراجعت کرد، ولی از بس که تولدخانه هنوز سند تولد نداده است ما نمیتوانیم شهادتنامه دهیم. معروف نبیف افزود که بعد از تولدخانه برآوردن نوزادان مأموریت جماعت به این عائله خوشبخت حتما کمک خواهد کرد. تولد سه‌گانیک و چهارگانیک و پنجگانیک در تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد. در اول سال 2021 سروناز اسکر و دلیر فیض‌اللهیف صاحب یک باره 4 فرزند، 2 پسر و 2 دختر شدند. آنها را فاطمه، زهرا، حسن و حسین نام گذاشتند. 30 دکبر سال 2019 در عرفه سال نو دلنوزه محمدووا از دهه باباجان غفورов نویه قبادیان بار اول در تاجیکستان 5 گانیک، 2 پسر و 3 دختر به دنیا آورد. آنها را حسن، حسین، فاطمه، خدیجه و کبریا نام گذاشتند. حکومت ولایت ختلان برای این طفلان 5 گانیک چند حجره علاوگی ساخت.